همراهان عزیزم سلام. این سرویس غذاپز ناخه که میتونه بهترین انتخاب برای هدیه روز مادر باشه. بریم جزئیاتشو با هم ببینیم. این تنور بزرگشه و این یکی هم تنور کوچیکشه. هر دوی این تنورها کارشون نگه داشتن حرارت در محفظ است. یک قابلمه سایز بزرگ داره که شما زمانی که این قابلمه رو روی تنورتون قرار میدین و روی حرارت میذارید میتونید از درب شیشه‌ای روش استفاده کنید که میتونه کاملا براتون مثل سایر قابلمه ها کار پخت برنج و انواع خورش رو انجام بده. زمانی که درب تنور روش میذارید تبدیل میشه به یک فر قدرتمند که میتونید برای پخت انواع پیتزا و لازانیا توش استفاده کنید. این شعله پخش کنشه. زمانی که شعله پخش کن رو میذاریم روش توری گریل رو میذاریم برای گریل کردن انواع مرغ و ماهی و سبزیجات همراه با در تنوری ازش استفاده میکنیم. این محفظه بخارپزشه. باز هم روی محفظه تنوری قرار میگیره، در روش قرار میگیره و واسهتون کار یک بخارپز همه فن حریف رو انجام میده. این تنور کوچیکه. میتونید ماهی تابش رو بذارید روی محفظه در شیشه‌ای استفاده کنید و یا باز هم در تنوری استفاده کنید که بهتون گفتم فرقشون توی یک ماهی تابه ساده و تبدیل شدن به تنوره. این هم ماهی تابه ووکشه که بزرگترین سرآشپزای دنیا برای تهیه غذاهاشون از این استفاده میکنن. راحتتون کنم بهترین هدیه رو میتونید با غذاپز